بل وطن کی مهاجرة رازال خاور دی وطلی غمازان دی لکلی ورکا مسافرة باغ گل بن کی خوار شوی بلبلان دی لکلی ورکا مسافرة باغ گل بن کی خوار شوی بلبلان دی. لیاقت این رقم شهادت داشته باشه او کم پیدا میشه و به این مهربانی و به این شفقت و به این دلسوزی و به همه مسلمان ها باز خصوصا به مهاجرین به مجاهدین به زخمی ها و معلولا که این شفقت داشت یعنی نظرش کمتر ما احساس میکنیم و به شما اطمینان میدهیم شما هیچ تشویش نداشته باشید به این شهدا به این رفتن شهیدا و بزرگا امارت اسلامی هرگز انشالله به او نقصان نمیرسند و انشالله کار خود پیش میبره و شما در حق شهید حقانی صاحب هر یکتان ما و شما لازم است که باید که دعا کنیم الله جل علا شانه شهادتش قبول کنه و جایش جنت الفردوس تعیین کنه. الله جل علا شانه به این آیه مبارکه به همه شهدا و بازمانده های شهدا خوشخبری میدهد کسانی که در راه خدا و در راه اسلام شهید میشه شما او را مردگان حساب نکنید او زنده هست آیه میاد که عند ربهم یرزقون یعنی در نزد الله جل علا شانه رزق داده میشه لیکن شما معلومات ندارید و شهدا زنده هستند و نظامی که شهدا داشته باشه و هرگز اسارت ندارند. امارت اسلامی افغانستان به این 20 سال گذشته هیچ خانواده ای که نمانده باشه که از او خانواده شهیدا نشده باشه و خصوصا خانواده حقانی صاحب شهید حقانی صاحب و شاید که صدها شهیدا به این انقلاب در راه خدا احضان نموده است و دشمنان ذلیل و دشمنانی که بزدل به غیرت به خوشحال نباشه که حقانی شهید شد لیکن به این نظام کدام تاثیرات می آید. نه، الله جل علا شانه به برکت خون و شهید وزیر صاحب بلکه این نظام تقویه میشه و این نظام قوی میشه و دشمنان ذلیل و بزدل را انشاءالله برهم زده میتونه و ما به شما اطمینان میدهیم این دشمنای بزدل یعنی از یک راهی که هیچ کس فکر نمیکنه خودش به صفت معلول معیوب زخمی میاره و خودش اینجا انفجار میده این آخرین نهایت درجه بزدلی شده است چون که امارت اسلامی و خصوصا وزارت مهاجرین مراجعینشون اکثرشان مردمای ملکی هسته و مردمای و مظلوم و بیچاره هسته و خصوصا زخمی ها و معلولین هسته به این دلسوزی میکنه اگر یک نفر نشانه زخم اگر داشته باشه علامه زخم داشته باشه به او توجه نمیکنه خود شخص وزیر صاحب به امرای خود دیگه روبر میکنه به امرایش دست میده دشمن از این استفاده میکنه و حقانی صاحب همه ما و شما میشناسیم و خصوصا کارکنایی که در این وزارت مهاجرین تقریبا 3 سال میشه که اینجا کار میکنه یک انسان دلسوز یک انسان مهربان و یک انسان مشفق بود و هر کس شفقت خود را اظهار میکرد و هر کس مهربانی میکرد. الله جل علا شانه شهادت این را قبول بفرماید. انشاءالله ما شما دعا میکنیم
و با اطمینان خود کار خود پیش میبریم، هیچ تأخیر در کار خود نمیاریم و از مامورین و از منصوبین و از کارمندان و تقاضای ما همین است که و آماده کارشان پیش ببره، هیچ تشویش نداشته باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بل وطن کی مهاجرہ رازا لخور دی وطلی غمازان دی لکلی ورکا مسافرہ باغ گل بن کی خوار شوی بلبلان دی لکلی ورکا مسافرہ باغ گل بن کی خوار شوی بلبلان دی